سلام دوستان، وارد چالش 0 تا 100 میشیم و لاگین روزانمون رو انجام میدیم و وارد قسمت دیلی گیم میشیم تا پنالتی روز یک چالشمون رو انجام بدیم. قراره که داخل این چالش ما یه اکانت رو از 0 به یه اکانت فوق‌العاده خفن تبدیل کنیم و حتی واسه این اکانت سکه هم قراره بخریم تا اکانت رو یه اکانت رویایی بسازیم. خب ما گل کردیم و میریم که سراغ بقیه جوایزی که به ما داده که یک شانس رایگان از این باکس بکنبایر رایگانه که ما میزنیم به امید این که ببینیم بهمون کی رو میده. میدیم که شانس اولمون رو بزنیم و به نظر این اکانت میاد اکانت سیاهی خدا وکیلی و قرارم نیستش این اکانت به اکانت رویایی تبدیل بشه. به ما راد کرونیش از لیگ ترکیه داد. شانس دوم میزنیم به امید اینکه یه هایلایت حداقل بده که یا بازیکن از لیگ آرژانتین ناشناس، اصلا نمیشناسمش، تک شانس آتالانتا که به مناسبت کمپین قهرمانی آتالانتا توی یورولیگ به ما داده رو میزنیم. خودم دوست دارم یا لوکمن یا اسکالوینی رو بده که دفاعمون رو ببندیم باهاش. شماره 42 و اسکالوینی بدک نیست، میشه دفاع رو باش بست. بازیکن خوبیه، جوون، آینده داره. به نظر من اگه از آتالانتا بره و توی تیم بزرگتری مثل رئالی، بارسایی، سیتی چیزی بازی کنه آیندهشو میتونه ببنده خدا وکیلی. میزنیم اینم ببینیم که کی رو میده بهمون. اولوارو موراتا، خدا وکیلی سگ مراتایی 5 ستاره بازی میده. اصلا ریدم تو این وضعیت ناموسن. خب اینا رو هم که ما سریع ردش میکنیم دیگه، اصلا مهم نیست. اینا بازیکناییه که داده، ما هم فقط ساینشون میکنیم که جلو چش نباشن. نه اصلا ارزش پلی دادن نداره. از اینجا ما بریم که یه بازیکن مهاجم بخریم، مهاجم با کیفیتی که با پول ما بدن. من فکر کردم و پیریک اوبامیانگو من مد نظرمه که دوران اوجش تو آرسنال و دیگه لژندا همه یادشونه دیگه. منم از اینجا میخرمش. بنده خدا توی مارسی فرانسه بازی میکنه که ما گرفتیمش و بریم که یه مچی هم باهاش بزنیم. خب داخل این مچ به ما 100 سکه هم میده که خدا وکیلی عالیه دیگه. اول بازی 100 سکه رو میگیریم، میتونیم باش باکس پوتوی هایلایتی حتی اپیکی هم بزنیم که من نمیدونم نمیده به ما. حالا تو ویدیوی بعدی قراره که 7000 تا کوین بخریم و واسه باکس کاکا بزنیم که حالا من خودم اینیستا و کاکا رو بیشخوام، اسنایدرم بدک نیست. خب ما پلی میدیم بازی رو. اوبامیانگ و گل اول گل قشنگی بود خدا وکیلی. نسبت به شوتینگی که داره، سرعتی که داره، بازیکن عالیه. هرچند که این بازی روی حالت آسونه دیگه، ما نمیتونستیم دستکاریش کنیم. ما هم با یه کار زرنگانه اینجا توپو میگیریم و میدیمش به این بازی کنه و میاریمش این گوشه و میذاریم که تایم بازی همینطوری بگذره دیگه بدون پاسکاری و اینطور چیزا. نیمه اولم که تموم شد. این کار فقط تو حالتهایی جواب میده که بازی روی سبک بگینره، یعنی روی سبک آسون ترین حالت ممکنه بازیه و دفاع حریف نمیاد توپ از شما بگیره و شما میتونید توپ یه گوشه بذارین تا تایم بازی سریع تموم بشه و به همین دلیل توپ اوت نمیشه، تایم بازی نگه داشته نمیشه و زودتر بازی تموم میشه و 59 60 همینطوری میگذره تا ببینیم که وقت ما هم گرفته نشه دیگه. درسته؟ و بازی هم تموم شد و بریم که 100 سکه رو دریافتش کنیم با تگ گل آقام اوبامیانگ. و اینا خوشحالی که خوشحالی نداره دیگه، یه تیم قرض زده رو بردین رو حالت آسون. پارتای بعدی این چالش رو من قطعا واسهتون سعی میکنم تو روزهای آینده بذارم. حتما سابسکرایب کنید که 100 تایی بشیم و بتونیم که با حمایت های شما ویدیوهای آینده رو پرقدرت تر بسازیم
که امیدوارم که خوشتون بیاد و راضی بوده باشید. بریم که این تک بازیکن 5 ستاره‌ای که به ما داد رو ساین کنیم، ببینیم که کی میده. من خودم دوست دارم یا رونالدو بده یا امباپه بده دیگه، از این دوتا خارج نیست. و به ما کی رو میده؟ هویلوند. آره وای، این هم یکی از همون بازیکنه آشغالیه که اصلا به درد بازی دادن نمیخوره. خب ما این 3 ستاره‌ای که به ما داد، نمیدونم از این DMFA بخریم یا CB. همین دفاع رو میخریم، همینو میخریم. گرافیک کارتش خیلی خفنه خدا وکیلی. این قرمزای دوروبرش و اینا خوشم میاد از این کارتا، ولی خب در واقع بازیکنای خوبی نیستن، یعنی خیلی ضعیفن، ولی خب به خاطر گرافیکشون و ما هم همین اول کار تیممون ضعیفه دیگه، باید به این بازیکن‌ها بازی بدیم تا بتونیم باهاشون نتیجه بگیریم. اوبامیانگو نصف مکسش کردم اینجا، سرعتشو خب دریبلینگو من ازش ور میدارم و میدمش به سرعت، یه دونم از این میگیرم و میدمش به سرعت دیگه. آره خب مکسش کردیم و بریم سراغ این فوتبال لیگا که خودمون رو به دیویژن 9 برسونیم. ما داخل این دیویژن اگه 18 تا گل بزنیم به ما تقریبا نزدیک 16-17 تا شانس رایگان اون باکس بکنباره رو میده، که به نظر من با 16-17 تا شانس میتونیم قطعا بکنباره یا یه بازیکن دیگه از اون هایلایتاش، رشبوردی، اپیکی، آیکونی چیزی به ما بده. خب ما گل اول رو زدیم با آقام اوبامیانگ که آلوارو موراتا حرکت میکنه. اوبامیانگ از این طرف هویلون میده به زانیولو، یه بغل پای تمیز. و قطعا هم روی این دیویژنی 9 که ما داریم کار میکنیم، این روی سبک آفلاینشه که میدونین دیگه، همه دیگه بازی اول به صورت آفلاینه و بقیه بازی به صورت آنلاینه که شما باید دیویژنتون رو به سطح 1 برسونین. و گلی که دیدیم خیلی زیبا، اوبامیانگ به ثمر رسون. فکر میکنم 10-12 تا این گلا رو اوبامیانگ میزنه. خب اینم از گل بعدی که ریدم دهنت اوبامیانگ، وقت نیست گل کن. بعید میدونم 18 تا رو بتونیم بزنیم. خب نیمه اولم که تقریبا داره به پایان میرسه و بله 9 تا تونستیم بزنیم. اگه از روی شانس خوبمون بتونیم 9 تا هم دیگه توی نیمه دوم بزنیم، میتونیم 18 تا رو بزنیم و بریم اون 16-17 تا شانس رایگان رو دریافتش کنیم. اینجا میدیم کرونیچ، هویلوند، اوبامیانگ یه بغل پای تمیز شیک. خدا وکیلی با این بغل پا خیلی کیف میکنم. نظرتون رو داخل کامنت ها بنویسید. واقعا این شوتای محکم چیه؟ بغل پای تمیز شیک، حالا بیرون پا، بغل پا تمیز میزنه، قل میخوره تو میره تو گل. اصلا واقعا دنیا رو انگار بهتون میدن با این گلای زیبا. زیر تاق چی؟ البته زیر تاق هم قشنگه، ولی خب بغل پا میزنی قل میخوره، اصلا یه لذتی داره دیگه، درسته؟ و عرضم به حضورتون که اینم گل 17ام. بریم سراغ گل آخر بازی. اوبامیانگ رد میکنه میزنه تو، گل نمیشه. اینجا زانیولو، سانتش، راسموس هویلوند به نازم بازیکنه که ما نمیخواستیمش، واسمون سوپر گل زد با هتریکش، گل 18ام تو دقیقه 77. به نازم گل سوپری که تونستیم بزنیم. قطعا قشنگترین گل بازی همین گله. اینجا سانت که زانیولا انجام داد و یک والی عجیب. و بقیه تایم هم که ما پاسکاری کنیم که توپ اوت نشه و وقت بازی نگه داشته نشه و سریع تموم شه دیگه. این کابوس 18 گله واسه هند بدبخت سریع تموم بشه و این هند ما راهی بیمارستان کردیم، باردار شد بنده خدا. و رو صفحه هم مشاهده میکنید که این شانس رایگانه همینطوری واسه ما داره فعال میشه. بریم که بزنیم ببینیم که میتونیم بکنباره رو در بیاریم یا نه. خب ما اینجا به دیویژن 9 هم رسیدیم، خدا رو شکر. تو ویدیوهای بعدی من قصد دارم که به دیویژن 1 برسم. قطعا میخوام
واسه اکانت یه هزینه‌ای بکنم و یه سکه‌ای بخریم و واسه اکانت یکم پرابال بگیره و بریم سراغ دیویژن، که امیدوارم که تو این ویدیوها و این چالش این اکانت رو به یه سطح بالایی برسونیم که من دوست دارم تو روز 10 این اکانت رو به یک نفر هدیه بدم، اگر حمایت‌های شما بالا باشه. حمایت‌های شما به ما کمک میکنه که ما ویدیوهای بهتری بسازیم. خب زدیم و بازیکنای بدی داره بهمون میده، 5-6 تا رو زدیم و 12 تا بیشتر نمونده. اینجا یه بالا پایین میکنیم میزنیم، این قرمز میشه نمیده، خدا وکیلی خیلی رو اعصابه. خب اینجا به ما آلفونسو دیویس داد، اصلا هم خوشحال نیستم. دیویس دیگه، به قول معروف دیوس دیگه کنامی، و ما قفلش میکنیم دیگه. بدک نیست فعلا، میشه گفت دفاراست خوبیه، قرار سال بعدم بیاد به رئال و به اسکواد رئال اضافه بشه. من دوستش دارم، رئالی هم دوستش دارم، بارسا هم دوست دارم. یه زمانی بارسایی بودیم به خاطر مسی، حالا مسی ما رو بارسایی کرد، خودش رفت اینتر میامی. و بنازم چند تا شانس مونده بود و به ما دادش بالاخره آقام فرانس باکنبایر رو. واقعا قیصر روم، این قیصر آلمانه، اصلا چیه این دفاست، این خداست اصلا ناموسن. کی بنازم آقام فرانس باکنبایر، میگیریمش و اینجا هم میندازیمش این گوشه که ازش استفاده نکنیم دیگه، بکنبایر به درد نمیخوره. خب ما اینجا میاریمش به جای متیکش میذاریم، با این عوضش میکنیم، این یاروهرم دفاع وسطش میکنیم. حالا ترکیبمون خراب میشه ولی خب دفاع وسطش میکنیم و دفاع وسطامون کلا دفاعمون بسته شد جز دروازه‌بان. هافبکامون هم هافبک های پیرسگی هن ولی خب پاسورن. ما اینجا یک هافبک دفاعی رو میاریم، توره، و این یارو نمیشناسمش ولی خب بازیکن قدیم لیورپول بوده، هافبک، الان تو آژاکس بازی میکنه. اینجا اما قیصر رو مکسش میکنیم و بله اینا رو میدیم بهش و سلطان قیصر روم اینجا مکس میشه واسه ما. امیدوارم که تو ویدیوهای بعدی پک‌های خوبی به بازی اضافه بشه که ما بتونیم دفاعمون رو ببندیم. هرچند به نظر من اگه تو پنجشنبه یه باکس شوتایم تکراری بیاد، مثلا شوتایم الکساندر آرنولد، واسهش سکه بزنیم و بندازیمش تو ترکیب کنار قیصر روم و اصلا ترکیب خدا میشه. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین، امیدوارم که جذاب بوده باشه. حتما لایک و کامنت بذارین، اگه دوست داشتید هم لایک کنید. تا این ویدیو دیگه، خدا نگهدار.